سلام دوستان. خوش آمدید به وبسایت توران زمین. تور بر پایه اسطوره‌های ایران زمین پسر دوم از 3 پسر فریدون بود که در جهان بخشی فریدون کشور توران به او اختصاص یافت. تور با همدستی برادر بزرگترش سلم بر برادر کوچکتر یعنی ایرج شوریدند و او را کشتند. تور نخستین شاه و پدید آورنده سرزمین آریایی‌های شرقی توران بود. معنای واژه تور دلیر گفتند. حکیم توس فردوسی صحنه قتل ایرج را این گونه وصف می‌نماید. سخن را چو بشنید پاسخ نداد. همان گفتن آمد همان سرد باد. یکی خنجری آبگون برکشید. سراپای او چادر خون کشید. تور در ادبیات پهلوی. تور که نام آن در خداینامه‌های ساسانی تورمیش شکارچی اومده، پهلوانی دلیر بوده که با پتک عظیم و آذرخشاگین خود در نبردهای متفاوت دیوان را به زانو درآورده بوده و در جنگ‌های متفاوت همراه فریدون بوده. تور در شاهنامه فردوسی. دوره زندگانی تور و برادران بر 2 یا 3 بخش تقسیم می شود. بخش اول و دوم آن دوران کودکی و دوران ازدواج است. در این دوره از زندگی هر 3 برادر هیچ گونه اختلاف یا دشمنی با یکدیگر نداشتند، حتی تا زمان خواستگاری از دختران سروشاه یمن توسط وزیر فریدون. جندل 3 برادر در صلح و آرامش به سر می بردند. اما بخش سوم زندگی آنها که همراه با کینه و دشمنی از یکدیگر آغاز شد، زمانی هست که فریدون هر یک را مرزبان ایالتی بزرگ منصوب نمود، به طوری که اراضی مزبور چنان فراخ وسعت داشت که حکومت فریدون بر آنها مشکل بود. این شد که سلم و تور هر کدام مرزهای سپرده شده را کشوری مستقل برای خویش مبدل نمودند که البته زبان، فرهنگ و آداب و رسوم آن اراضی مختص به خود بود. به قول شاهنامه آفریدون جهان را 3 بخش کرد. نخست ملت روم و خاور را به سلم سپرد. سپس سرزمینی توران و چین به تور واگذاشت. آنگاه سرزمین اصلی و بخشی از کشورهای پیرامونی نظیر میان رودان و بیت المقدس را تحت عنوان ایران به پسر کوچکتر ایرج سپرد. نکته قابل تأمل درباره اراضی سپرده شده به تور این است که سرزمین مزبور بعد از حیات تور با عنوان کشور توران شناخته و رسمیت یافت. بدین منوال باید سکونه توران را آمیزه‌ای از اقوام و قبایل صحراگرد و چادرنشینی تلقی نمود که بواسطه حکومت تور و اخلافش به مرور وارد دایره مدنیت و تمدن می‌شدند. افراسیاب نبیره تور بیشتر افراد جنگجوی مزدور را از میان همین صحراگردان که در تاریخ تحت عنوان کلیتر به نام سکاها مشهورند، وارد میدان می‌نمود. در شاهنامه زمانی که قلمرو 3 برادر تعیین می شود، فردوسی تنها از تور همردیف با تخت کیان نام برده است، نه از برادرانش سلم و ایرج. دگر تور را داد توران زمین. ورا کرد سالار توران و چین. یکی لشکری نامزد کرد شاه. کشید آنگهی تور لشکر به راه. بیامد به تخت کی برنشست. کمر برمیان بست و بگشاد دست.